باید همه رنگ مردم یک تا ستاریز کنه. چه شده است کنی؟ السلام علیکم دوستانی عزیز. من امکی نورمت هستم. در صحرا، در همین صحرایی که خدا من آباد کرده سدام، درختان زردالو. لیکن من دوستا زمین را هم تو گذاشتگیم نه. کارتوشکا کاشتگی حالی من با شما نشان میدهم. همه شمایان در سایگی دم گیرتان. من امروز در هوای گرم با انا همین دوستم که نامش کلنگ جان است. ما امروز کار میکنیم. کاوتی های ما اینجا سبزی کاشتگی، اینجا گشنیج. برای لایک هایتان تشکر. دوستان لایک را مونید، آبونه شدن را از خاطر فراموش نکنید. من دوستانی من وقتی خوراک نیست روزی همینجا نشسته، در همینجا با من دسترخوان من این همش از زمینی خودم. بنابراین ما باید که امروز برای همین مسئله باید زمینی علایه خارجی و مثلا گاو سر بودگی کی سر بودگی؟ این گاو کی سر میده؟ خودمون سر میده. مسئله کشور مردم کردگی، لیکن ما این از خودمون نظر کرده مثلا همین گاو سر برای همین ما باید این همون آدمایی که من همین کار میکنن باید که چهره همیشه. مسئله دیگری مجلس ما مسئله لایک گذاری. من اینستاگرام خودم هست، فیسبوک، مسنجر، واتساپ، ایما هست. همین شرافتی من به من همین شما هم همتون حاضر مثلا بریم از شبکه اینترنتی بی بهره نیه خانی من ثابت بای با انتن شنوندم، انتن موندم مثلا بریم نخشد. لیکن برای چه دینه روزی گذشته اینستاگرام به من عکسی خودم و نامش چی باید آبمان غیاسی نماندم. شما لایک ماندتون شما، لیکن یاف شدن انا همون نابکارایی که صحیفه من با آبونه یکی یک تا لایک دریغ داشتم. لایک چطوری که گفتن گذشتگان آدمای قدیم تا ریسی رئیس ایگنور کردن گردن شیطان شکنن. هیچ شوید خاله سنگچه من حالا تصدیق کردم همین کارشون کس اصل دادن یا بنا برای من رفیقان ما باید مسئله لایک گذاری بینیم، زیرا همین لایک بشو به من همه کار به تایو علاق بمیدارم، آب بمیدارم و در کار شود کوی تلخام میکنم. این بود مجلسی جماعتی ما. لایک گذاشتن فراموش نکنید.